بیش از 1 کیلومتر راهی محله سنگین حاجی جماعت دهاتی یاوه ناحیه باباجان غفورов منفرش کرده شد. این کار با اقدام صاحبکار دهات عبدالقادر جبارov عملی گردید. کوچه مذکور باری هم روی تعمیر را ندیده بود. از این حساب حالت راه نیز خیلی خراب بود. در آغاز کاری منفرش کنی محله مذکور رئیس ناحیه باباجان غفورov سفربک دولتزاده و دیگر فعالان و سابقه‌داران جماعت دهاتی یاوه اشتراک نمودند. تاکید گردید که درازی راه 1 کیلومتر و پهنایی 6 متر را تشکیل می دهد. در عموم برای منفرش کنی راهی مذکور 350,000 سومانی مبلغ صرف می شود که پرداخت آن را صاحبکار خیرخواه جماعت دهاتی یاوه عبدالقادر جبارov بر عهده گرفته است. معاون رئیس جماعت دهاتی یاوه رعنا خالمتوه میگوید که بعد از پاش کردن اتحادیه شوروی این کوچه بار اول است که منفرش می شود. این گونه کوچه های تعمیر طلب در جماعت باز چند عدد می باشد که بنا به گفته مسئولین تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان پورا منفرش کرده می شود. بعد از پاش کردن اتحادیه شوروی همین کوچه پختکار اولین مراتب منفرش کرده شده ایستاده است و کوچه های جماعت که 160 عدد کوچه موجود می باشد اکثریت منفرش کرده شده باقی مانده تا استقلالیت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان مرحله به مرحله آباد و زیبا می گردد. ساکن 85 ساله محله سنگین حاجی هاشم محمدجانов از این اقدام صاحبکار اظهار خوشنودی کرد. زیرا بنا به گفته وی کوچه مذکور سالها در یک حالت خراب قرار داشت. خصوصا هنگام باریدن باران در کوچه آب جمع شده برای گشت و گذار کلانسالان و همجوانان دهات مشکلی ایجاد میکرد. اکنون با منفرش شدن کوچه این معماها از بین میرود میگویند باشندگان محله. به قدر امکان من عبدالقادر اینا کارا سر کنن. من رئیس ناحیه با گفتن که خدا خواهد دوامش هم وای میکنیم. گفته هزار شکرها. یک بار شدگی بود. این 50 سال شد، 40 سال شد. میگم همه یک بار بایم خلق شدگی بود. در جماعت دهاتی یاوه ناحیه باباجان غفورov 22 دهه و 38 کمیته محله موجود می باشد. این گونه اقدام ها همه ساله از جانب صاحبکاران محلی زیاد گردیده سهمشان نیز در آبادانی محله بیشتر به نظر می رسد. گزارش فرزانه شمسی و مفتون شکورова و نعیم جان ایوباف برای برنامه اطلاعاتی خبر.